رفتیم اینجا تو پارک پیاده روی کنیم. بعد من یهو کسخل شدم گفتم ببین من شمالی ام، عاشق کس کردن تو پارکم. اینم گفت ببین منم همین. گفتم بس بکنم اینجا تو پارک. این حالت اون سری به قرآن مجید حاجی اینو به شما دروغ نمیگم، اون ساختمون بلنده رو میبینین کو این پشتش پارک بود که ما اون روز این حالت دختره اینجوری وایساده بود، ما اینجوری پشت این بودیم. بهش گفتم ببین تو چپ نگاه کن من راست رو که دوباره داشته باشیم که کسی نیاد. ما خلاصه توی این حالت تموم کردیم و اینا. بعد گفت آخرین باری که آیسان باورت نمیشه وقتی که با دوست پسرم من بودم، گفت آیسان من وقتی با دوست پسرم من بودم همیشه اون میکردیم یاد تو بودم. آقا این کسکش گفت یک دفعه کودتاگر آتیش گرفت، خارکوسه سردابای من آتیش گرفت. گفتم فلان